عشق بابا. مردمان جنوب خونگرم هستند، از جنس کسانی هستند که کنارشان وقتی هستی چایت سرد می شود و دوباره باید چایت را داغ کنی تا لذت طعمش را دریابی. مردمی که کنار دریا در بغل گرفته‌اند گرمایی را که تمامی ندارد. اگر از آنها بپرسید باز هم جنوب را دوست دارند و از هیچ مشکلی حرفی بر زبان نمی آورند. آب کنارشان هست اما از آب نوشیدنی گاهی محروم می شوند. بهترین سرمایه ها موجود است اما جوانان عذاب بیکاری دارند و بعضی ناله از بیپولی می کنند. اما سکوت و سکوت و سکوت. هیچ کس گلایه ندارد. بر زبانها الحمدلله دارند. شاکر پروردگار خیش هستند. روزگار می گذشت بدون آن که کسی بداند حال بندر عباس چگونه است. همه او را خندان تصور می کردند. آتشی به پا شد، جنجالی به پا کرد، رحم نکرد، می سوخت هر آنچه را که دوست داشت. عشق بابا. فرزند بابا تماس می گرفت. بابا جواب نمی داد. یا خدای من. بابا در حال سوختن برای لقمه نانی بود و دیگر نمی توانست عشق بابا را جواب دهد. آمدید، گفتید، تسلیت عرض کردید، اما اینها برای همیشه باشد. عشق بابا تنها هست. او بابا می خواهد، کسی که برایش جان دهد و او را منتظر نان نگذارد و سفره‌اش را پررنگ کند. دریابید فرزندان ایرانم را، عشق بابا را فراموش نکنید.